هر یکی ما و شما در جستجوی سعادت و نیکبختی هستیم و میخواهیم که در دنیا و آخرت نیکبخت و سعادتمند باشیم. پس این را بدانید که الله رب العزت سبب سعادت و نیکبختی دنیا و آخرت را در یک آیت خلاصه کرده است. الله رب العالمین در سوره طه می فرماید فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقى، یعنی کسی که از هدایت من پیروی کند پس گمراه و بدبخت نخواهد شد. فمن اتبع هدای در اینجا سبب است، یعنی کسی که از هدایت من پیروی کند، یعنی از قرآن پیروی کند، نتیجه چی می شود؟ نتیجه چنین می شود که در دنیا گمراه و در آخرت بدبخت نخواهد شد. فلا یضل ولا یشقى، پس گمراه و بدبخت نخواهد شد. ببینید که خداوند کفالت و ضمانت می دهد که کسی پیروی از قرآن کند در دنیا گمراه و در آخرت بدبخت نخواهد شد. برادران و خواهران عزیز، بیایید از قرآن پیروی کنیم تا از جمله گمراهان نباشیم و در دنیا و آخرت نیکبخت و سعادتمند شویم. الله رب العزت همه ما و شما را توفیق پیروی از قرآن و سنت را نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین. دشمنان ما همیشه در رصدگاه و کمین، تا که بستانند از ما سنت و قرآن و دین. ره رو به راه محمد باش و اصحاب کرام، باد بر آنها دروده بی عدد هر صبح و شام. ره رو به راه هدایت، راه بوبکر و عمر، راه عثمان و علی و راه نجات صغر. ره رو به راه زیایی، شیر مرد راه دین، اسوه اخلاص و همت، اسوه علم و یقین. بکن گرد و